وقت بخیر دوستان، امیدوارم خوب باشید. باز هم آمدیم درباره خرید و فروش صحبت می‌کنیم. در ویدیوی قبلی درباره تنظیمات و بعضی چیزهای دیگه بوده. امیدوارم که ویدیو را دیده باشید و می‌ریم امروز رسمی یک خرید کنیم. این اکانت دیمو است. قرضی پول شما میتونید پرکتیک کنید. باز قسمی که دیروز گفتم روی فاوقیز روی چشمک می و یک دانه ارزر مثلا یک دانه سهام پیدا منی. حالا مثلا ما مثال میگم سمکو تیل نفت خام و من روی نفت خام این نفت خام است و این قسمتی را سیل میکنیم و خرید میکنیم. خب دوستان عزیز، این نفت خام حالا میبینیم که یک ریزش خیلی سنگین داره، به خاطری که چند روز پیش یک رشد خیلی بالا داشته و بعد از اینکه اول یک رشد بالایی که داره، باز بعد از یک ریزش خیلی سنگین داره. این نرمال است در بازار و میایم امروز روی نفت خام سیل می‌کنیم که آیا این رشد میکنه که این خرید کنیم یا خیر. و قسمی که دیروز گفتم روی گرافیک و روی گرافیک هستیم در اینجا و ما میاییم در قسمت ویو در این قسمت و سعی میکنیم که این تایم فریم یک هفته ای است و میاییم روی تایم فریم یک روزه که یعنی این خطا کلان سرخ است، ولی تایم فریم یک هفته ایش یعنی در آینده این احتمالش 90% است که در سبز تبدیل شه، پس حرکت کنه. به همین سادگی طبقی که مثلا خود ایترو یک آپشن هایی که در داخل ایترو مونده خیلی راحت است و انیالی اینجا زده تارگتش که تا 65 یعنی در این قسمت 65 زده که 65.84 تا این خونه را بیرسد در هفته ای که میای بخیر و یک ماه بعد از این میزنیم، یک ماه بعد از این زده تا 71.48 سنت در این ماهی که پیش رو داریم پیش بینیشی هست، یعنی این پیش بینی میکنه که در این قیمت میرسه. ولی خب احتمالش هست مثلا 80-90% دلار 70% احتمالش هست، ولی نتیجه داده من خود استفاده کردم و میایم روی گرافیک و ما خرید چون پول دیمو است زیاد وسیش نداریم، مثل پول خود من است خرید منیم. خب حالا یک خرید از اینجا میزنیم و 500 دلار میزنیم، یعنی 500 دلار است و استاپ لاس خود در این قسمت میمانیم. اگر بازار پایین بره ما پول زیاد از دیست ندیم، مثلا استاپ لاس رو میزنم 100 روپیه مثال و استاپ لاس خود 100 روپیه زدم و سود خود موریم میزنیم. چقدر سود خود را 200 میزنیم و میمانیم دیگه. اما به همین سادگی یعنی اشته یعنی خرید اشته رو میزنیم، به همین راحتی خریدش به همین راحتی. خب یعنی چیزی که مهم است ما باید بدونیم و روی اکچوالیتی که دیروز هم گفتم در این قسمت میاییم و سعی میکنیم که اینجا چقدر منفی برازی گفته شده. یعنی ترامپ درباره اقتصاد درباره خیلی چیزا صحبت کرده و میتونید شما ایره کپی کن و اینایی که ساده بگم اینایی که نگاتیو است سرخ نوشته است نگاتیو، یعنی احتمالش نیست که بازار بره بالا در زودی، یعنی زودی تا فردا را یا تا چند ساعت آینده را چنین میشه. ولی خب به همین راحتی یک دفعه که روش بازار یاد بگیرید خیلی راحت میتونید از بازار پول بگیرید و اینیالی تل میای یک آلی خو پیسه دیمو بود ما خریدیم میای یک مقدار پایین.
دوستان ما بسیار ساده صحبت می‌کنم و خیلی هم راحت هستم و او رقم هم که شما فکر می‌کنین که مثلا سخت است یا هیچ امکان نداره، این رقم هم نیست، به خاطر که انسان هر چقدر کوشش کنه اون قدر به دست میاره. و خریدش که شما یاد گرفتین و اینیال بریم یک دونه فروش میزنیم، چون این پول دیمو است روی انوستیق، یعنی سرمایه گذاری منم، یعنی این رو کلیک منیم یعنی این دفعه در یک قسمت بالا که اشته نوشته است یعنی خرید و در دست چپ که است شورت، روی شورت که دی اگر بازار پایین بره شما سود منین و اگر روی اشته دی بازار بالا بره شما سود منین. همچنین روی شورتش هم مثلا میزنیم 500 روپیه و استاپلاس خود مثلا میلیم چقدر 50 روپیه. اگر بازار پایین بره ما سود کنیم، اگر بازار بالا بره ما در اینجا ضرر کنیم. و x ده که هست یعنی 10 برابر است. یعنی این خیلی متوجه باشید که برای شمایی که واقعا تازه شروع کردین برای شما x ده کلا خوب نیست، پول خیلی زود از دست میدین. اگر پول واقعی تومنین x یک باید دین و دوم قدم پول دیمو هم شما باید x یک دین، به خاطر که شما یاد میکنید اینجا. و سود خود مثلا میزنیم از 500 میزنیم 100 و این شد. پس چه شد؟ اینجا اشته خرید شد، اینجا شورت یعنی فروش. بازار بره پایین ما از بازار سود بگیریم. و اینیالی کلیک می‌کنیم روی شورت رفت. و ما اینایی که خرید کردیم در کجا پیدا کنیم، از کجا ببینیم، این خیلی مهم است. و شما میایید در قسمت پورتفوی، در این قسمت روی پورتفوی که کلیک کرد و میایید در کجا اینجا نفت خام است، یعنی که 3 رو چند ضرر است با خاطر پول مالیات. و فعلا منتظر میشنید که تا مثلا سود کنید. اینیایی که سبز است یعنی مثلا 74866 دلار ای گاز است که من خریدم، سود چیه تنها 74000 خورده. و اینی که است کپی ترید است، یک از یادم یک شخص سویدنی است کپی کرده بودم برای امکان که 20 دلار در سود است. و بقیه از اینم که است طولانی مدت است، برای طولانی مدت صبر کنیم که اینا روی سود بره. و مهم هم نیست چون پول واقعی نیست، بالا رفت پایین ما دیگه فرق نمیکنه، چون این 100,000 است، من 100,000 زیر در 1,000,000 سیکو رساندم 1,085,000. و خیلی مهم است امیرم باید دقت کنید که دزی ضرر نکنید. و شما زمان که خرید فروش کردین میاین از کجا پیدا میکنید که گذشته قسمت یعنی اون پورتفوی روی کلیک کنید و میاین در یک قسمت روی کلیک کنید در این قسمت هرچی که شما خرید کردین در یک قسمت میاید و روی که کلیک کردید اما دین اینی میاید، یعنی که من خرید کردم کلنش در یک قسمت میاید. این مال 1 سال قبل است که ببینید، یعنی اینجا کلن خریدایی که کردیم در یک قسمت میاید. و دوستا یک چیز دیگه مهم که ساعت بازار سلگین که از چی ساعت تا چی ساعت در این واز است در کجا نشان میده، ساعت چی زیر مبلغ نوشته است مخشه او وقت خی. اینجا که است ساعت از زیر نشان میده که بازار روی کلیک کنید که از چی ساعتی باز است. یعنی اینجا کلن ساعت هایش زده است. دوستان عزیز یعنی کریپتو که است 7 روز در هفته 24 ساعت باز است و می روی پایینی یعنی پایینیش سیل منی ما در اینجا کل ساعت هایش زده است. در وقت دوباره مثلا اینی ساعت مثلا از 12 تا 45 دانه یعنی کل ساعت های چیز در اینجا زده است. نام کشورام نوشته است. به همین راحتی شما ساعت چی رو میتونید اینجا پیدا کنید.
خدا کنه خودشتان